ورزش همچون گروی سلامتی سرچشمه رفاقت و دوستی و واسطه مهمی تشکل طرز حیات سالم میباشد. به طور دائمی به راه ماندن مسابقه های ورزشی در دهات شهر ترسونزاده از تشبث های نیکبینانه صاحبکاران محلی و بخش جوانان ورزش و سیاحی شهر ترسونزاده در سمت تربیت و تندرستی و وطن پرستی جوانان درک می‌دهد. فوتبال عمومی چون نماد ورزش مشهور دنیا در شهر و دهات شهر ترسونزاده نیز مخلصان و هواداران زیاد دارد. طول یک ماه است که از طرف جوانان تشبثکار جماعت دهات رباط شهر ترسونزاده برای دریافت جام نوروز 2017 مسابقه فوتبال گذرانده شد که به آن 12 دسته از تمام دهه‌های حدود جماعت شامل بودند. این چهاربینی بخشیده به سال جوانان و به نوروز سال 2017 برگزار گردید. مقصد از برگزاری این چهاربینی پیش از همه به حیات سالم جلب نمودن جوانان، بچه‌هایی که به هر گروه شامل نشوند. ما این گونه چهاربینی ها رو بسیار گذراندگیم و باز در آینده می‌خواهیم که با هر گونه بازی‌های شوق‌آور سپورتی تشکیل نموده جوانان را ذوقمند کنیم. هر یک دسته با اسلوب و مهارت به خودخواست در میدان هنرنمایی نمودند، کوشش نمودند تا از جایزه‌های تأسیس‌زده کمیته تدارکات بی بهره نمانند. مقصد تشکیل چنین چهاربینی‌های ورزشی از طرف تشبثکاران این ترغیب ورزش در بین جوانان، پیشگیری آنها از نشه‌مندی و نشه‌جلبی، ترغیب طرز حیات سالم و جلب بیشتر نوجوانان و جوانان به ورزش میباشد. رابطه جماعت دهات رباط شهر ترسونزاده در همدستی با رئیسان محله و صاحبکاران محلی نیت دارند که چهاربینی‌های ورزشی را با مقصد تربیت جوانان در روحیه وطن‌دوستی و وطن‌پرستی و خویشتن‌شناسی، بلند برداشتن اخلاق معنوی و جسمانی جوانان، بیشتر نمودن محبت ایشان به وطن در منطقه بیشتر تشکیل نمایند. بازی اوید با فوتبال برگزار گردیده است که ما جوانان که امسال با پیشنهاد سرور جمهوری پیشوای ملت که سال جوانان اعلان گردید و ما خرسند هستیم که چنین چهاربینی‌ها برگزار می‌گردد. جوانان می‌توانیم که در چنین روزهای بهاری با این چهاربینی‌ها مشغول شویم و نوروزی عجم رو با یک شکوه و شهامت خاصه جشن گیریم. بعد بازی‌های گروهی معلوم گشت که دسته‌های فوتبالبازان دهه‌های قیبچاق و شیرکن از پرقوت‌ترین محسوب می‌یابند و در دور فینالی شرکت ورزیدند. دسته فوتبالبازان دهه‌های قیبچاق با 4 توپ به جواب حریفان خود را شکست داده صاحب جای اولی مسابقه و جایزه مسابقات گشتند. ما جوانان از این بازی‌ها خیلی خرسند هستیم که جوانان با فوتبال خیلی شوق و رغبت زیاد پیدا می‌کنند. چون که ما جوانان در شهر ترسونزاده قرار داریم اینجا بازی می‌کنیم. انا گفتنمون دسته ترسونزاده خیلی یک دسته پرقوت جمهوری به حساب می‌رود. ما از این خرسندیم که در بازی‌های آینده خیلی بازی‌های خوب نشان داده پرچم تاجیکستان رو در جمهوری بیرون از جمهوری بلند می‌برداریم. غالیبان و بازیگران بهترین مسابقه از طرف کمیته تدارکات و جماعت دهات رباط با مدال، افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی سرفراز گردیدند. گزارش خورشید علیمو بختیار قادرов از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوی.